اول از هر چیزی واردن رو زمینی میکنیم، کوین رو از سطح 6 میاندازیم. اینجا که رسید قدرتش رو استفاده میکنیم تا تیر رو تا اون بالا بزنه. این پایین دیگه جمع میکنه، نگران نباشید. صبر میکنیم تا جمع کنه. وقتی بذار بره جلوتر، دیگه داشت هدفش میشد اینفرنو یا اسکولم اینجا میاندازیم، کینگ هم میاندازیم، دوتا هد هانتر هم میاندازیم. خب بدو اینجا هم باز جمع میشه، نیاز به اسپل و اینا نیست، راحت میتونید اینجا رو هم جمع کنید. اینجا بعضی وقتا هیروهای شما دو دسته میشن. قبل از اینکه بهتون بگم دو دسته میشن چی میشه و اینا، 3 تا هیلر هم اینجا بیندازی. اگر اینوری رفتن توی نکات بهتون میگم، اگر اینوری رفتن که اوکیه. اینجا که رسیدن هیروهاتون، واردن از بالا میاندازید و قدرتش استفاده میکنید و یه هیلر هم از پشت برای واردن میاندازید. خب صبر میکنیم تا این محیط بالا جمع بشه. امکان داره کوینتون هم بعضی وقتا بمیرد ولی مشکلی نیست، نگران نباشید. اگر هم مثل من زنده موند که حله. خب بدو اینجا دقت کنید. کینگتون رو وقتی رسید به دیواره اینفرنوها قدرتش استفاده میکنید. چطوری؟ وایسی تا بیاد. اینجا که رسید قدرتش استفاده میکنیم که دمیجش بیشتر بشه و زودتر این اینفرنوها رو جمع کنید. یه اینفرنوی تکی هست، این اگر جمع بشه دیگه خلاص کارتون، نیاز به باخت و اینا هم نداره. به همین راحتی اگر اسپل ها هم خواستی استفاده کنید، 3 تا اسپل زلزله میتونید این بالا برای تانهال استفاده کنید، بقیهش هر جایی که دلتون خواست میتونید استفاده کنید. به همین راحتی. اگر این ویدیو داخل شورت ویدیوها نگاه میکنید، دیگه داره به پایان میرسه، حجمش زیاد نیست اینقدر که بتونم براتون نکاتش هم بگم. داخل این ویدیوی بلند که لینکش رو این پایین میذارم هستش. اگر هم داخل تیک تاک ما رو نگاه میکنید، باید وارد چنل دوم ما بشید، اونجا میتونید ویدیوی جدیدمون همین ویدیو رو تماشا کنید.